یک سال می شود که سایت خبرگزاری ازپیلوس مسدود است. 2 هفته آخر مالکان این سایت به آن دسترسی ندارند. چنانه که در سایت رسمی ازپیلوس آمده است، سایت با واسطه تقلب DNS سرورش مسدود شده است. یعنی آنجا جای حرف آ رقم 0 نوشته شده است. این کار را کی کرده می تواند؟ البته خدمات علاقه، چون به DNS سرور تنها خدمات علاقه که آن را خدای رئیس جمهور بکسبوری رهبری می کند دسترسی دارد. تهاجم لفظی به نشریه ازپیلوس هنوز سال 2015 آغاز شده بود، اما سالهای آخر دسترسی آن به معلومات را نیز قطع کردند. نیم سال قبل گروه جوانان اوانگارد متعلق به وزارت امور داخلی تاجیکستان 9 فوریه سال جاری در شبکه اجتماعی فیسبوک واکنش به مقاله ازپیلوس نشر کرد و این خبرگزاری را در همکاری با ایالات متحده آمریکا متهم ساخت. اوانگارد را مقاله چرا مردم تا حال از میلیسه های تاجیک میترسند به خشم آورده بود، هرچند خشم و مهربانی این گروه همیشه از فرمان بالا وابستگی دارد. اوانگارد همان گروه است که با سفارش وزارت کارهای داخلی نزد سفارتخانه های آلمان، ایالات متحده آمریکا و ایران تظاهرات گذرانیده بود. سازمانی که بدون فرمان از رهبریت وزارت امور داخله حرف نمیزند. مرا همچون یک جوان یک چیز دیگر به اندیشه انداخت که خودی همین مجله و کارمندان آن در پیشرفت جامعه و تشکل جهانبینی جوانان مردم کشور و پیشرفت جامعه چی سهم گذاشته باشند. بنیادگذار خبرگزاری امید باباخانوف خودش در دیگر کشورها گشت و گذار کرده از کجا میداند که زیر دستانش او را فریب کرده هر چیز خواند نوشتن میگیرند. من همچون یک جوان فکر میکنم آنهایی که از میلیس ترس دارند خود یا جنایتکارند و یا در پی صادر کردن جنایت می باشند. ازپیلوس همیشه زیر ناخن چرک می خوابد. همینطور هیچ مقامات سبب مسدود کنی سایت خبرگزاری ازپیلوس را شرح نمی دهد. وزیر کارهای خارجی سراج الدین مخرالدین در نشست مطبوعاتیش سنه 12 فوریه سال جاری با تکیه به مقامات مربوطه گفته بود در تاجیکستان سایت های خبری به خاطر امنیت مسدود می شوند. در زمان جنگ شهروندی هر کس چیز خواست، کدام عقیده را میخواست میتوانست در اینجا ترغیب کند. بعد این ما خیلی چیزها را آموختیم. معلومات اسباب قوی است که هر کار را میتواند انجام دهد. برای به تنظیم ضروری این روش ها تربیت کردن شهروندان در روحیه وطن دوستی و غیره. بعضی سایت ها گاهی مسدود می شوند. در همین حال طبق اطلاع منبع پیام شرکت فراز به خبرگزاری ازپیلوس چشم نهاده است. فراز در بسیاری از ساحه ها بیزنس خود را راه اندازی کرده به بزرگترین شرکت منپولی شخصی تبدیل یافته است، اما تا حال رسانه خود را ندارد. میدیا گروه ازپیلوس که یکی از پر اعتبارترین خبرگزاری های کشور است، برای این غول منپولیست لقمه است که میتواند با هر راه از خود کند. طبق اطلاع منبع پیام گپ دیگر سر خرید و فروش اگنتی هم نیست. فراز میخواهد آن را بی پول غصب کند. این تجربه نه فقط در تاجیکستان، حتی در بعضی کشورهای دیگری با نام دموکراتی هم دیده می شود که دولت مردان کوشش میکنند در اختیار خود رسانه داشته باشند. در این باره ما ظفر صوفی، شاعر، روزنامه‌نگار، صاحب رسانه، مؤسس و مدیر کل رسانه های آژانس اطلاعاتی آزادگان را به صحبت دعوت کردیم. استاد ظفر، کوشش داروی رسانه بودن دولت مردان بهر چیست؟ چون این گونه تجربه چنان که گفتیم نه فقط در تاجیکستان است. طبیعی است که مثلا در کشورهایی که به حساب بازاری اطلاعات خریدار زیاد دارد و چرخشی مبلغای کلان در این بازار رسانه مخصوصا در بخش پیام بازرگانی وجود دارد، در اون کشورها طبیعی است که اگر حالا گفتیم اونایی که سر قدرت هستند و با اگر اون کشور افراطی یا دیکتاتوری باشد به طور طبیعی اینا از خود میگیرن زیر دستی خودشون نزدیکای رهبرای او دولت ها.
اما در بعضی جاها میبینیم که پیش از این که بیان به سر قدرت اونا رسانه ها دارن، یعنی سیاستمداران قبل از این که یا مثلا حزب قبل از این که بیان سر قدرت این کار دارن. حتی بعضا میبینید که همون کشورهایی که گویا به ظاهر دموکراتیان بعدا میبینید که درست نه میشن دیکتاتوری، بعدا دیکتاتوری میشن، یعنی که حداقل مثلا افطاری میشن. از این نظر این تجربه در جهان وجود دارد. حالا مثلا در تاجیکستان چرا اینطوری نشده تا این موقع؟ در تاجیکستان خب طبیعی است که مثلا به سر قدرت اینا با زور سلاح آمدن و همچنان تفکری فرمانده سالاری یا نمیدونم همون با تفکر سلاح تا دیروز بوده. البته چند سال قبل بعضی تلاش‌های حسن اسدالله زاده، این از خشای زنی رئیس جمهور، تلاش داشت که رسانه‌های داشته باشد و چند رسانه هم فکر میسی که راه انداخت، البته گویا خودش در پشت صحنه است اما راه انداخت. حالا تا چند موفق شد که در عرض شود که نظارت یا که کنترل فضای اطلاعاتی در کشور موفق باشد، اینش بحثی دیگه است. مثلا کدام رسانه را شما در نظر دارید؟ مثلا رادیوی امروز از اون حسن اسدالله زاده است. همه میدونن در کشور که رادیو امروز مؤسسش حسن اسدالله زاده است. شرکت حسن اسدالله زاده است، در هر صورت مال اون بود زمانی که من در تاجیکستان بودم. حالا نمیدونم اخیراً در چه وضعی است. اما از طرف دیگه تلاش‌های برای تأسیس تلویزیون نو چیزی هم داشت. بعضی رسانه‌ها برای خریدن هم مثلا اون موقع تلاش‌های کرده به سال 2012-13. شما اینجا با از خودکنی رسانه و تأسیس رسانه‌های خودی از جانب پیوندان رئیس جمهور اشاره کردید. آیا به خبرگزاری آزادگان نیز یک چنین چشم دوختن‌ها شده بود؟ آیا گفته بودند که به خوبی آزادگان را در اختیار ما گذار؟ ببینید طبیعی است که مثلا وقتی آمدن به این سمت به رسانه‌های موفق حتما که تلاش میکنن که اون را از خود کردن، شاید اون موقع سال 2012-13 خریدن بود. صحبت این که مثلا یک رسانه بیان بخرن و در کشورهای دیگه هم این مثال در چند کشور دیگه از جمله مثلا در قرقیزستان بود، در روسیه هم این کارا بود، در بعضی از کشورهای سابق شوروی که میل به سمت دموکراتی داشتن اون موقع این چیز بود. و تاجیکستان هم واقعا سال 2010 تا از 2009 تا 2013 فضا واقعا داشت به سمت مردمی شدن، به سمت دموکراتی شدن. حداقل یک سبکی های وجود داشت و اون موقع هیچ کس جرئت نمیکرد به خودش که بیاد مثلا از خود کند. اما از سال 2015 به بعد که دیگه کشور کاملا در دست یک خانواده است، هر کاری میخوان میکنن. حالا مثلا این که آوازها پخش شده که گویا به چشم‌الا کردن به ازیپیلوس میتوند این واقعیت داشته باشد. خب ازیپیلوس در هر صورت اگر گویم همچون یک منبع درآمد اقتصادی قوی برای اینا که دیگر مثلا چند بازار دارند و نمیدونم از چندین کارخانه ها دارند و چندین شرکت ها دارند و برایشون اصلا شاید برای درآمدی مالی این چشم علا نکرده باشند، اما جایگاه ازیپیلوس با عنوان یک رسانه مستقل و با عنوان یک فضاساز در فضای خبری کشور مهم است. اینو دنبال رکلام در ازیپیلوس فکر نمیکنم باشه. شما به سوال من جواب نگفتید. آیا به خبرگزاری آزادگان هم یک چنین حالت پیش آمده بود؟ آیا از جانب دولت مردان و عائله رئیس جمهور کوشش شده بود که خبرگزاری آزادگان هم از خودشان باشد؟ چشم‌الا کردن نبود، اما میخواستند که مثلا پیشنهاد بود، برای ما پیشنهاد شده بود که مثلا بیایم واگذار کنیم. اما اخیراً مثلا در زمانی که دیگه من در داخل نبودم، خب تلاشا برای این که مثلا من از حذف کنن از چیز وجود داشت، یعنی از گازیت. بعدی که خبرگزاری به حساب با اون دلایلی که من قبلا گفتم در این باره، خب بعد وقتی اومدن هفته‌نامه را گفتن که از چند نفر خواهش کردن که از طریق مثلا با ما صحبت کنن که ما واگذار کنیم کاملا، مثلا یعنی نام ظفر صوفی نباشه در گازیت. یعنی اینطوری چیزا متاسفانه اخیراً در کشور به نظر میرسد که وجود دارد. چرا تا این حد میخواهند همه از خودشان باشد؟ با این حال فضای رسانه‌ای چی میشود؟ ببینید وقتی که میان با یک عوض کردن یک حرف با یک صفر میتونن یک رسانه را برای چند مدت مسدود بکنن. مثلا ازیپیلوس، منظورم سامانه ازیپیلوس است، سایت ازیپیلوس. یا مثلا وقتی میتونن راحت بیان مثلا یک چاپخانه را بگن که هفته‌نامه را چاپ نمیکنی،
خب دیگه از کدام فضای اطلاعاتی میشود صحبت کرد؟ وقتی که دستشون با این حد دراز است که میتونن راحت ببندن. اما به نظر میرسد که تأثیری محیط بیرونی تاجیکستان، یعنی سازمان‌های بین المللی و نهادهای بین المللی هنوزم روی میدونن که اگر اینا در به حساب نگیرن خب وضعشون طبیعی است که مثلا بد میشه در بیرون از کشور. برای فضای داخل هم میخوام که یک جوری این چیز وجود داشته و بیرون هم بگن که نه اون خودش فروخته، مثلا رفته، خب اون تقصیر خودش، یا مثلا از نظر اقتصادی نتوانستن کار بکنن، حالا دیگه واگذار کردن کسی دیگه چیز کرد دارد میچرخاند و یک جوری مثلا فضای میخوان که کنترل داشته باشن. به نظر من فضای اطلاعاتی را منظورم. حالا فضای اقتصادی که دیگه میشد گفت کاملا دستشونه، فضای بیزنس که دیگه دست خودشون است. خب دیگه مونده فضای سیاسی که دیگه هیچ گروهی سیاسی قوی که در برابر این حکومت قد علم کنه در داخل که نیست، نه شخصیت ها مونده نه مثلا گروه های قوی. خب طبیعی است که دیگه تنها چیزی که مونده وکیل مدافع هایی که بودن اونا رو سرکوب کردن رفتن دیگه. اما اونایی که مثلا میتونستن حرفشون رو بزنن دیگه یا از کشور فرار کردن یا کاملا خاموش شدن یا در زندانن مثل بزرگمی. خب در این محیط تنها مونده همین رسانه که شاید هر سری چند اگر موضوع سیاسی هیچ نپرداختن بعضی موضوع اجتماعی رو میپردازن و همون هم شاید دیگه شان نیامدن طور میپردازن که اونطوری که خودشون دلشون میخواهد. به نظر من اینطوری میرسد، چون من چیز دیگه نمیبینم. عرض کردم از فضای رسانه کشور یا که از رسانه در تاجیکستان امروز سرمایه به دست آوردن، یعنی مبلغ به دست آوردن اصلا امکان ندارد، یعنی دنبال سرمایه نیستن اونا از اون جهت. فرض کردیم امید باباخانوف رهبری ازپیلوس نخواست این رسانه را به کسی واگذار کند یا در اختیار عائله رئیس جمهور گذارد، چی پیامدی خواهد داشت؟ البته من امیدوارم که ازپیلوس با اون روز گرفتار نشود، چون واقعا یک رسانه در واقع حرفه‌ای است. من دوست دارم که در فضای اطلاعاتی کشور ما با همه بسته بودن فضا رسانه مثل صدای مثل ازپیلوس یه شمع روشن باشد. بودن اون برای فضای اطلاعاتی کشور خوب است. حالا اگر آمد و اون حدسایی که میزنیم، یعنی اگر نشد مطمئن باشد، اگر راضی نشد، اگر اون آمدن چشم علا کردن با توجه به تجربه چندین شرکت‌های دیگه که از جمله مثلا همون شرکت فراز که امروز صاحبش همون شمس‌الله صاحب است، مطمئن باشد که میگیرن، اصلا نگرفتن میبندن. یعنی امید باباخانوف دیگه مجبور میشد که قطع کند، چون برعلاش خیلی وقت است که فضا سازی میشود. این نمیدونم در این کشور نیست، این میگرده در جاهای دیگه، از این حرفای چرت و پرت که همیشه مثلا امنیتی ها با فیکاشون میگفتن و با امن را شروع میکنن و امید مثلا تلاش میکنن که یک دشمن جلوه بتن در نظر مردم، در صورتی که یکی از وطن گراترین و پاتریوتترین شهروندی که من میشناسم در بین روزنامه‌نگاران، یکی از بهترین انسان هاست، اما میتونن بدنام بکنن. متاسفانه فضای کشور اینطوری شده و مطمئنا میبندن. اگر نداد میبندن، اگر چشم علا کرده باشن یا میگیرن یا میبندن، یا از من یا از هیچ کس. اونا به نظر میرسد که همون اصول ها یا که پرینسیپ های دزدای دریایی، یا ما میگیریم یا کشتی آتش میزنیم. تشکر به شما که با ما بودید. اینجا میخواهم نظر سابق کارمند خبرگزاری ازپیلوس روزنامه‌نگار همیرا بختیار را در این باره بشنویم. تا امروز مسئولین ازپیلوس از تقدیر آینده رسانه خود چیزی نگفتند. از این لحاظ برای استفاده واژه غصب رسانه مستقل هنوز خیلی زود است. تلاش صاحب رسانه شدن نزدیکان رئیس جمهور غیر طبیعی نیست. آنها می‌خواهند از اصول ثروتمندان و منصبداران کشورهای پساشوروی استفاده کنند. به احتمال زیاد با این راه آنها می‌خواهند افکار عموم را به وجود بیارند و هم درآمد خوب داشته باشند. همگان می‌دانیم که ازپیلوس یکی از سردرآمدترین رسانه‌های مستقل در تاجیکستان بود. زمان فعالیت من در ازپیلوس فشارها از طرف مقامات امنیت بیشتر وجود داشت و تعجب باور آن است که بعد قبول بعضی شرط‌های مقامات امنیت ازپیلوس نتوانسته است هنوز هم مشکلات خود را برطرف کند.
شرکت فراز به داماد رئیس جمهور تاجیکستان شمس‌الله صاحبوف تعلق دارد و این شرکت تجربه بای غصب سازی را دارست. برای مثال تنها در سال 2018 فراز شرکت ویفا سنتر که به صاحبکاران ترک تعلق داشت و لاتو سپورت که مالی صاحبکاران تاجیک بود را غصب کرد. خود شرکت فراز هم غصب شده است. این شرکت قبلا به عمرعلی قوتوف صاحبکار و پایه‌گذار گروه 24 تعلق داشت که از طرف شمس‌الله صاحبوف غصب گردید. شمس‌الله صاحبوف را فرمایشگری قتل عمرعلی قوتوف می‌دانند که سال 2015 در استانبول ترکیه پرانده شد. در حساباتی که سازمان فرانسوی خبرگزاری بدون مرز درباره آزادی بیان نشر کرده است، تاجیکستان بین 180 کشور در موقع 149 قرار دارد. در 2 سال آخر نشریه‌های مستقل معروف چون نگاه و آزادگان زیر فشار مقامات فعالیت خود را قطع کردند.